مکتوب‌های استاد عینی جزئی از تاریخ پرحادثه ملت ماست. مکتوب‌های عینی افشاگری راه پرشیب و فراز و ناهموار مردم تاجیک در جاده تاریخ سازی است. مکتوب‌های استاد عینی بیانگر تلاش‌های بی‌دریغ او در جاده دولت سازی نوین تاجیکان است. سامیان عزتمند، حالا شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با نویسندگان و اندیشمندان همزمانش با چهره‌های علم و ادب تاجیکی در تهیه، تحریر، برگردانی و نشر آن کارمندان اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، ادبیات شناس انزورت ملکزاد و گلبهار عثمانова سهم گذارند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف شنوید. از ابوالقاسم لاهوتی. جواب لاهوتی به مکتوب عینی. مسکو 19 فوریه سال 1939. استاد عزیز عینی، خط دوم ماه فوریه‌تان را در سناتوریا گرفتم. با کمال شوق خواندم. همین روز هم جواب آن را می نویسم. در مسئله نام نبردن در شعر تماما درست می گویید و بعد از این نام هیچ جنبنده نام معین یک کس را در شعر نخواهم گفت. کی می داند پهلوان امروزه فردا به چی رنگ می درآید. در مسئله یا قلعه وصل در ندارد. البته این درست است و من آن را به جا می آورم. اگر یا وصل تو قسمتی بشر نیست نمی شد. اما درباره یا سینه دل سپر ندارد، به فکر من سینه دل را هیچ کس تا کنون نگفته است. یا گفته و من خبر ندارم، یا گفته و دل خبر ندارد. این یک بیانی نویست که نخواستم آن را از میان برم. به علاوه شما می دانید که دل از آن شاعر باشد هم همیشه گوینده آن را مثل یک شخص ثانی در مقابل خود گذاشته با او گفت و گذار می کند. شکایت می کند، می ترساند، گله می کند یا مثل یک شخص ثانی غایب با او معامله می کند. بنابراین می تواند نداند که تیر یارش نهانی انداخته می شود یا سینه دل شخص ثانی سپر ندارد، اما سینه خودش را شاعر باید بداند که سپر دارد یا نه. اینک همین دو مسئله سبب شدند که سینه دل گفتم. اگر این عرضها در خدمت شما معقول افتند، آن وقت آن مصرع‌ها را عوض نمی کنم. یک غزل در سناتوریا گفتم، بعد آن را برای شما می فرستم. حالا ساعت 12 شب 18 است. شب بر شما خوش باشد. من هم رفته می خوابم. بچه ها را سلام برسانید. دست شما را می فشارم. با سلام رفیقانه، لاهوتی. امضا. حالا که آرزو داشته اید خط بنده مجاور خدمت شما باشد، آن را پس می فرستم. جایش در پیش شما گرمتر خواهد بود. خوش به حالش. خبرهای ناز، همین گونه مژده‌های فرهنگی در نامه‌های استاد عینی سرشار است و استاد عینی در نامه هم درباره وضع معیشی و حالت عیش و عشرت خانوادگی صحبت نمی‌کنند. هر یک نامه استاد صدرالدین عینی یک کشفیات تازه علمی است. درباره اهل علم، درباره استعدادها صحبت میکنند، درباره کشفیات‌ها صحبت، درباره تاریخ خلق تاجیک صحبت میکنند. صدها بار ما باید این نامه‌ها را خوانده و بزرگی استاد صدرالدین عینی ایمان بیاوریم، باور حاصل کنیم و خودمان تحقیقات‌های درباره عینی نویسیم. هر یک نامه‌ای که استاد صدرالدین عینی نوشته‌اند، هر یک بیان کننده یگان پهلوی مهمی حیات استاد عینی بوده است. نامه های سرنوشت ساز و تاریخ ساز ملت. نامه های اصالت آفر و آرمانگرای ملی. نامه های خودشناسی و خودآگاهی ملی. نامه های افتخار برانگیز و هویت ساز استاد بزرگ صدرالدین عینی.
رفیقان قدردان، در دنیا هیچ دولتی و خلقی نیست که مانند دولت و خلق تاجیک اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند. با ابوالقاسم لاهوتی، رفیق محترم و عزیز عینی، بچه های من همه کسل شدند. با مادرشان طبیبان گفتند که باید بیرون شهر بروند. با این سبب معالجه در سنتاریا را ترک کرده با همه اهل عائله به خانه استراحت در رایون زوینیگراد آمده ایم. امروز روزی چهارم است که همه بچه ها تماما سلامت شدند. هوای تازه و پاکیزه به آنها جان بخشیده است. اینجا 2 ماه در خانه استراحتی اکادمی علوم SSSR می ایستیم. امروز آزمایش طب غزل گفتم. آن را با همین خط به خدمت شما می فرستم. نظریه و تنقید شما برای من پرقیمتند و منتظر آن هستم. از رفیقه بانو به مادر محترمه خالده جان سلام برسانید. به نور چشمان خالده، کمال و لطفیه سلام عمکشان را برسانید. با سلام و احترام فراوان، لاهوتی. امضا. با آدرس خانه اگر خط کنید برای من می فرستند. خواهر بانو آنجا مانده است که در مکتب بخواند. لیریکا. غزل. کارش همه ناز است چنین یار کی دیده است؟ نازش همه با ماست چنین کار کی دیده است؟ چون میژه او دشنه خون ریز کی دارد؟ چون دیده من چشمه خونبار کی دیده است؟ غیر از دل من شعری ستمکش کی شنیده است؟ جز چشم وی آهوی ستمگار کی دیده است؟ رنجاند و می رنجد اگر ناله کنم من، انسان بوتی بی رحم و جگر خار کی دیده است؟ گه خواند و گه راندم و گه نشناسد، از دلبری خود این همه آزار کی دیده است؟ نشتر زندم بر رگ و خون گیردم از دیل، این شیوه پرستاری بیمار کی دیده است؟ چشمش به نگاهی غضب از هر طرفم تیر، بر دل زند این گونه طرفدار کی دیده است؟ جان در عوض یک نگاهش دادم و گوید، دل سر بده این گرمی بازار کی دیده است؟ از یار بدی بینم و با غیر کنم جنگ، عاشق چو من این دوره وفادار کی دیده است؟ 1 ماه 3 سال 39 زوینیگراد، لاهوتی. امضا. استاد جان، در ایران اگر چیزی را به چیز دیگر عوض کنند، مثلا کتاب را با دفتر، صاحب کتاب می تواند بگوید کتاب من از دفتر تو پرقیمت‌تر است، 1 قلم سر بده. معلوم است که یعنی 1 قلم به سر دفتر گذاشته بده. من در تاجیکستان به این اصطلاح تصادف نکردم، اما خیال میکنم که این را خوانندگان تاجیک میدانند. نمیدانم خیال من درست است یا نه. اگر ندانند باید در جایی که این غزل را چاپ میکنم توضیح بنویسم. سامعان عزتمند، یادرس می‌شویم که شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با شخصیت‌های بزرگ زمانش که دارای اهمیت مخصوص علمی و ادبی‌اند در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه و پیشنهاد گفتار سهم گذاشتند صلاح‌الدین نورزاد و لطفیه قربانова. انجام خوانش ادبی شاد و مسرور باشد. عمری عینی از برای خلق صرفی خامه شد، خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامه شد. عمری
عینی از برای خلق صرفی خامشو خلق ما را دفتری عینی شهاد